دومین عاملی که بخوام خدمتتون عرض کنم رقبای جدید هسته. مهمترین ویژگی که رقبای جدید در بازارهای ما دارن اینه که بودجه خیلی کلانی رو دارن و این بودجه ها ممکنه تا ماه‌های طولانی بتونه هزینه ها و تمامی اون ورشکستگی هایی که در طی این چند ماه متحمل شدن رو هم پوشش بده. ولی خب شرکت هایی که حالا 2 یا 3 ساله در این بازار دارن فعالیت میکنن بر اساس ارزشمندیشون ممکنه که در این قضیه شکست بخورن. خب شناسایی رقبای جدید کار تیم‌های بازاریابی هسته و تیم‌های بازاریابی باید خودشون افرادی رو داشته باشن که بتونن رقبا رو شناسایی کنن و اینو در بحث فروش با مدیران عامل در جریانشون بذارن، با بچهای خط تولید در جریان بذارن تا بتونن اقدامات مناسب رو در زمان مناسب پیش بینی کنن و اونها رو عملیاتی سازی کنن که رقبای جدید باعث نشه که عمر یک محصولشون زودتر از حد به اتمام برسه.